سلام، من مریم هستم و اینجا میخوایم با هم تمرینای پایتون رو حل کنیم. توی این تمرینا از دستور if, else و elif استفاده میکنیم و بعد بهتون میگم چجوری میتونیم if else رو توی یه خط بنویسیم، بهش میگیم inline و با استفاده از f string پرینت کنیم. اگه با این دستور آشنایی ندارید، ویدیویی که این بالا لینکشو گذاشتم نگاه کنید. تو تمرین اول در مورد سود یا ضرر یک معامله میخوایم حرف بزنیم. علی یه بسته لباس خریده و به فروش رسونده. قیمت خرید و فروش رو از علی بگیرید و مشخص کنید که علی توی این معامله سود کرده یا ضرر داده. و بعد درصد سود یا ضرر معامله رو حساب بکنید. طبق معمول مسئله رو به قدم‌های کوچیک تقسیم میکنیم. اول به کاربر میگیم که قیمت خرید رو وارد کنه و بعد قیمت فروش رو وارد کنه. اگر قیمت فروش بیشتر از خرید بود یعنی سود کرده، پس سود رو حساب میکنیم. اگر فروش کمتر بود ضرر رو حساب میکنیم. برای اینکه قیمت خرید رو بگیریم از دستور اینپوت استفاده میکنیم. اینجا مستقیما جواب رو با اینت به عدد صحیح تبدیل کردم و توی بای ذخیره کردم. تو قسمت بعد قیمت فروش رو میگیرم و تو متغیر سل ذخیره میکنم. اگر فروش بیشتر از خرید بود تو معامله سود کرده. این عبارت رو به زبان پایتون چجوری می نویسم؟ می نویسم if sell بیشتر از buy بود. باید سود رو حساب بکنم. با چه فرمولی؟ به این صورت: فروش منهای خرید تقسیم بر خرید ضرب در 100. همیشه وقتی میخوایم درصد یک چیزی رو حساب کنیم مقدار تغییر رو حساب میکنیم تقسیم بر مقدار اولیه میکنیم ضرب در 100. تو زبان پایتون این چجوری میشه؟ با این عبارت R مساوی هستش با سل منهای بای تقسیم بر بای ضرب در 100. این پرانتز دو طرف یادتون نره. و بعد جواب رو پرینت میکنم. در غیر این صورت یعنی وقتی که قیمت فروش کمتر از قیمت خرید بوده علی ضرر کرده. else یعنی در غیر این صورت و بعد هم ضرر رو حساب میکنیم. مثل فرمول قبلی هستش، فقط به خاطر اینکه جوابم منها نشه بای رو اول نوشتم و جواب رو چاپ میکنیم. اجرای برنامه رو تو پایتون با هم ببینیم. توی این قسمت اول دارم قیمت خرید و فروش رو میگیرم. مثلا میگم که قیمت خرید $80 بوده، $80 پرداخت کرده و چقدر فروخته؟ اینا رو فرض کنید $100 فروخته. حالا توی این قسمت دارم مقایسه ها رو انجام میدم و جواب رو چاپ میکنم. طبق این اعدادی که من وارد کردم میگه که you gained 25%، یعنی تو 25% سود کردی توی این معامله. حالا یه بار دیگه مسئله رو حل کنیم. فرض کنید من $110 برای محصولم پرداخت کردم ولی $100 فروختمش. حالا من اگر که برنامه رو اجرا کنم به من میگه که تو تقریبا 9% از پولت رو از دست دادی. تا به حال ما از دستور پرینت با این فرمت استفاده کردیم. هر چیزی که میخواستیم خودش چاپ بشه داخل گیومه گذاشتیم، اونایی که قرار محتواشون چاپ بشه بیرون گیومه نوشتیم. استفاده از f string تو پرینت به ما کمک میکنه که کارمون راحت تر بشه. اول یه f مینویسیم و بعد گیومه رو میذاریم. هر چیزی که قراره محتواش چاپ بشه داخل یه آکولات میذاریم. این کار به خصوص وقتی که تعداد این متغیرها زیاده کار ما رو راحت میکنه، یعنی دیگه لازم نیست هی گیومه رو باز کنیم و ببندیم و این عبارت رو عیناً هر دو چاپ میکنه. یه حسن مهم استفاده از f string اینه که میتونه در چاپ اعدادهای اعشاری به ما کمک کنه. فرض کنید که R 20,657,000 باشه. این نقطه 2Fی که اینجا نوشتم به پایتون میگه که 2 تا رقم اعشاری رو برای من چاپ کن. پس وقتی که این عبارت رو پایتون اجرا کنه می نویسه 20,65%. تو تمرین بعدی از کاربر میخوایم که یک عدد وارد کنه و مشخص کنیم که
این عدد زوج هستش یا فرد و بعد نتیجه رو چاپ میکنیم. از کاربر میخوایم که یک عدد وارد کنه. مرحله بعدی میخوایم مشخص کنیم که این عدد زوج یا فرده. از ریاضیات میدونیم که اگر یک عدد رو تقسیم بر 2 بکنیم و باقی موندهش 0 بشه عددمون زوج هستش. باقی مونده رو چجوری توی پایتون بنویسیم؟ با علامت درصد. پس نام باقی مونده تقسیمش بر 2 ببینیم که آیا مساوی 0 هست یا نه. و در مرحله بعد ما میخوایم ببینیم که اگر زوج بود و این اگر رو با ایف می نویسیم. پس در واقع این عبارت میگه که اگر باقی مونده تقسیم نام به 2 0 بود این عبارت رو چاپ کن که نام یک عدد زوج هستش. همونطور که میبینید از اف استرینگ استفاده کردم. یه اف گذاشتم اینجا و نام رو داخل آکولات گذاشتم. در غیر این صورت چه کار باید بکنه؟ در غیر این صورت یعنی زمانی که نام فرده یا باقی موندهش 0 نیست. می نویسه که عددمون فرده. اجرای برنامه رو با هم ببینیم. توی این قسمت عدد ورودی رو میخواد. مثلا من می نویسم 23 و بعد اجرا می کنم. تو مرحله بعد که کد رو اجرا بکنم برای من چاپ میکنه که 23 is an odd number. دستور ایفی که من نوشتم به این شکل بود. من میتونم این رو توی یه خط هم بنویسم. به این صورت همه رو پشت سر هم نوشتم. به این کار میگن اینلاین، یعنی اینکه توی یه خط بنویسیم. حالا اگر که ما else داشتیم چی؟ اینجا یه ذره کار فرق میکنه. اگر else داشته باشیم اول اون قسمتی رو مینویسیم که قراره اگر شرط برقرار بود انجام بشه. یعنی پرینت کن که ایونه مثلا اینجا درست بودن شرط. دستور ایف رو بعدش نوشتم و بعد نوشتم as آخر سر هم اون قسمتی که قراره در صورت برقرار نبودن شرط اجرا بشه می نویسم. نگاه کنیم ببینیم که اینا اجراشون با هم فرق میکنه یا نه. وقتی که کد رو اجرا بکنم به من توی حالت معمولی نوشت آد. اینجا اون حالتی هستش که من توی یه خط نوشتم و باز هم همون جواب رو به من برمیگردونه. من در عین حال میتونم مقداردهی هم داشته باشم. اینجا رو نگاه کنید، نوشتم x مساوی نام هستش اگر باقی مونده تقسیم نام به 2 مساوی 0 بشه. در غیر این صورت xمون چنده؟ xمون هست نام به علاوه 1. یعنی به جای اینکه اینجا یه چیزی رو چاپ میکردم اینجا دارم یه مقداردهی میکنم. حالا اگه این عبارت رو اجرا بکنم به من میگه x 24. یعنی اینجا داره چی کار میکنه؟ همیشه یه عدد زوج برمیگردونه. اگه زوج بود خودش رو برگردون، اگر فرد بود یکی بهش اضافه کن برگردون. قبل از اینکه بریم ادامه درس رو ببینیم لطفاً روی دکمه سابسکرایب بزنید و یادتون نره که نظراتتون رو برام کامنت کنید. تو تمرین آخر میخوایم یه برنامه بنویسیم و مشخص کنیم که آیا کاربر ما با توجه به سنش میتونه یه فیلم رو ببینه یا نه. فیلم ها درجه بندی یا ریتینگ دارن. اگه فیلمی درجهش G باشه یعنی برای همه سنین آزاده. اگه درجهش PG 13 باشه یعنی باید بالای 13 سال باشه تا بتونه ببینه اون رو و یا اینکه همراه پدر یا مادرش باشه. اگه درجه فیلم به علاوه 15 باشه یعنی فقط کسایی که بالای 15 سالشونه میتونن این فیلم رو ببینن. برای اینکه برنامه رو بنویسیم اول کار باید از کاربر درجه بندی فیلم رو بپرسیم و اگر لازم بود سنش رو میپرسیم. شاید تو مرحله بعد لازم داشتیم که ببینیم که آیا پدر و مادرش همراهش هست یا نه و در آخر هم براش جواب رو چاپ میکنیم، میگیم که میتونه فیلم رو ببینه یا نمیتونه. این فلوچارتی که میبینید در واقع مسیری که قرار ما حرکت کنیم رو به ما نشون میده. چند لحظه اینجا رو مطالعه کنید. اگه درجه فیلم G باشه همه میتونن اون فیلم رو ببینن. به زبان پایتون چجوری مینویسیم؟ درجه بندی فیلم رو میگیرم و تو متغیر ریتینگ ذخیره میکنم و بعد شرط رو گذاشتم. گفتم اگه ریتینگ
مساوی G بود چاپ کن که میتونی فیلم رو ببین. در غیر این صورت من احتیاج دارم که سن کاربر رو بدونم، چون بقیه فیلم ها رده‌بندی سنی دارن. پس در غیر این صورت اومدم سن رو گرفتم. اگه فیلم PG-13 بود و سن کاربر هم بالای 13 سال بود میتونه فیلم رو ببینه. این رو چجوری می نویسم؟ اگر که ریتینگ فیلم مساوی PG-13 بود یه دونه و، یعنی باید هر دو تا شرط برقرار باشه. بهش میگم که میتونی فیلم رو ببینی. حالا اگه فیلم PG-13 بود ولی سن کاربرمون کمتر از 13 سال بود، اینجا باید ازش بپرسیم که آیا پدر یا مادرش همراهش هستند یا نه. و اگه جواب بله بود، بله میتونه فیلم رو ببینه. اگه جواب این سوال خیر بود، متاسفانه نمیتونه فیلم رو ببینه. اینو به زبان پایتون چجوری می نویسیم؟ نوشتم که if ریتینگ فیلم PG-13 و سن کمتر از 13 ساله. حالا توی این شرایط بپرس که پدر مادرش همراهش هستن یا نه. اینجوری دارم اجرا میکنم. جواب این سوال رو میگیرم، یه شرط دیگه اینجا میذارم. گفتم که اگر که جواب yes بود چاپ کن که میتونی فیلم رو ببینی. اگه جواب نه بود متاسفانه نمیتونی فیلم رو ببینی. و حالت آخر زمانی هستش که درجه فیلم به علاوه 15 هستش. اگه سن کاربر بیشتر از 15 بود خب میتونه فیلم رو ببینه، ولی اگه سنش کمتر بود نمیتونه فیلم رو ببینه. پس من اینجا به پایتون میگم که if اگر فیلم به علاوه 15 بود، سن بالای 15 بود، پس چاپ کن که میتونه ببینه و در غیر این صورت نمیتونه فیلم رو ببینه. بریم اجرای برنامه رو تو پایتون ببینیم. همونطوری که میبینید اول درجه بندی فیلم رو پرسیدیم و بعد یه if گذاشتم که ببینه G هست یا نه. همه اون شرطهای دیگر رو زیر else نوشتم، یعنی اگه فیلم G نبود حالا بیا این کارا رو انجام بده. اجرای برنامه رو ببینیم. اینجا اول درجه فیلم رو پرسیده، مثلا من میگم G هست برای حالت اول. به من میگه که میتونی فیلم رو ببینی. اگه درجه فیلم PG-13 باشه از من میپرسه سنمو میپرسه، مثلا من میگم 6 سالمه و بعد به من میگه که آیا پدر مادرت همراهت هستن یا نه. میگم بله، میگه بله، تا هم میتونی فیلم رو ببینی. و بقیه حالتها رو میتونین امتحان کنید. چیزی که من میخوام اینجا بهتون بگم اینه که این برنامه رو به یه شکل منحصر به فرد لازم نیست بنویسید. خیلی از برنامه‌های کامپیوتری رو ما به بیشتر از یک روش میتونیم بنویسیم. اینجا من همین کار کردم. اومدم اول درجه بندی فیلم و سن کاربر رو گرفتم و بعد گفتم اگر که درجه G هست خب همه میتونن ببینن. اگه بالای 15 سالته هر فیلمی رو میتونی ببینی. اون حالتایی که برای من مهمه یکی هستش که PG-13 باشه و بالای 13 سال باشه یا اینکه پایین 13 سال باشه که احتیاج داره پرنت یا پدر مادرش همراهش باشن. امتحان کنید. مطمئنم که شما هم میتونید این رو به یه روش دیگه بنویسید. ازتون سپاسگزارم که کانال ما رو سابسکرایب میکنید و ما رو به دوستانتون معرفی میکنید. تو ویدیوهای بعدی بیشتر در مورد پایتون یاد میگیریم.